سلام و وقت شما بخیر. در این ویدیو بخش حساب ها را کار میکنیم که بخش حساب ها چطوری با بخش حساب ها کار بکنیم و همچنین در بخش روزنامه و بخش روزنامه چطور کار بکنیم. دوستان نهایت عزیز، این یک سیستم کاملا حسابداری است، یعنی با حساب ها کار میشن. چون حساب ها که است حالا انواع حساب ها ما شما داریم. در حساب پول جمع میشه، پول کم میشه و بالانس معلوم میشه که در حساب چقدر بالانس داریم. در اینجا ما وقتی که یک دیتابیس جدیده کاملا از صفر که میسازیم، حالا یک دیتابیس به نام ولیزاده دیتابیس ساخته بودیم، به خاطری که همیشه بعدا ما دیگه میتونیم که دیگه دیتابیس جدید بسازیم، مثلا چندین دیتابیس داشته باشیم. اما قبلا یک دیتابیس به نام ولیزاده دیتابیس ساخته بودیم، بعدا این دیتابیس استنجاق میکنیم که همیشه بازش بکنیم و نگفتن نباید گذاشت. قسم بیشتر گفتم ما میتونیم که چندین دیتابیس داشته باشیم. شما میتونید که در کاربرتون چندین دیتابیس داشته باشین، هیچ مشکلی وجود نداره. در قسمت همین دیتابیس قبلا چه کردیم، مثلا کلیک میکنیم بازش میکنیم با پسوردش بود 1 2 3 4. شما با پسوردی که دیتابیس داشتم دیتابیس و نگفتن نباید گذاشت که شما میتونید که در یک دیتابیس چندین حساب ادمین داشته باشین، کاربر چند حساب شما باشه و مدیراتون دیگه حساب بسازین. به همین شکل به خاطر یک به مدیراتون دیگه حساب بسازین که شما میتونید که از طریق از بخش اتصال آی پی کامپیوترتون به دیگه کارمندایتون بدین و از طریق آی پی کامپیوترتون اونا میتونه که وصل شه به دیتابیسی که شما وصل شدین. بعدا این ان شاء الله در یک ویدیو جداگانه کار میکنیم. حالا این را باز میکنیم 1 2 3 4 پسوردش بود و همین شکلی را باز میکنیم. در این قسمت بخش داشبوردم ما شما معرفی کردم که یک نمای کلی از سیستم ما شما است که مجموع حساب ها را نشون میده که در کل دو بخش حساب ها چند تا حساب داریم. ببینید اگر در حقیقت ما 4 حساب داریم، در داشبوردم به ما گفته که تا تمام وقت از اول سیستم تا آخر سیستم ما 4 حساب داریم. مجموع مشتریان صفر، چون یک نوع حساب ها مشتریان از سال روش بس میکنیم، مجموع شرکت هم صفر است. اینجا مجموع محصولات است که در کل بخش فروشگاه ما اینجا محصولات داریم، محصولات انبار داریم، خرید محصولات، فروش محصولات. مجموع محصولات در قسمت داشبورد در اینجا صفر است، هیچ محصولی نداریم. محصولات موجود ما در قسمت فروشگاه که محصولات اکسپ میکنیم، محصولات میخریم. زمانی که محصولات خریدیم در گدام اضافه میشه و این موجود ببینید که در گدام چقدر موجود است و ناموجود اینه که چقدر محصولات ما ثبت است اما هیچ موجود نداریم در گدام. اینجا مجموع میکنم. در اینجا نمای کلی خزانه امروز است که بالانس خزانه خودش یک حساب است. در اینجا ببینید خزانه خودش یک حساب است. ببینید در قسمت چرا امروز نشان میده، بدل از اینکه اینجا در کل نمای کلی خزانه امروز، خزانه یک حساب است. من قسمت پیشتر به شما گفتم یک حساب در کل گفتیم حسابداری است، خزانه یک حساب است. خزانه چی است؟ خزانه امو صندوق یا امو بکسک یا امو سیفی که در دکان ما و شما است. در اوج ما خزانه دار داریم، اگر صرافا باشه خزانه دار داره، معمولا دکاندارام خزانه دار دارن. در او خزانه کی است یا کسی که پشت دخل شیشتگی است، دخل یا خزانه اردشکی کی است. در ایمی دنمو دخل ما شما حساب داریم به نام خزانه یا به انگلیسیش تریجر میشه. در حساب خزانه پیسه وارد میشه، پیسه خارج میشه. مثلا ما شما یک حساب دیگه، حساب مشتری یا یک حساب کمپانی پیسه میگیریم یا پیسه میتیم، اینجا درجش مشخص میشه که این درج یا پیگیری از این در کجاست. این پیسه را که از پیش مشتری گرفتیم در کجا ما ماندیم، ما میگیم در خزانه ماندیم. یا که از ما پیسه میتیم به مشتری پیسه میتیم، ما میتونیم که زیاتر درج ما شما از سرکار ما امروز خزانه است که یعنی ما از خزانه پیسه میگیریم به مشتری میتیم. یک حساب ما شما خزانه است. سه حساب ما خزانه منفعت سرمایه حسابای سیستمی است که زمانی که ما یک دیتابیس جاری میکنیم اتومات اینام ساخته میشه. یک حسابی که ادمین است که عبدالباعث ولیزاده به عنوان ادمین وارد سیستم میشه، یک حساب سیستمی است. در اینجا خزانه بالانس خزانه حساب خزانه نشون میده که همین روز در خزانه ما شما بالانس چند است. امروز مثلا 1 میلیون افغانی است، چون زمانی که ما شما سیستم دیتابیس ساخته بودیم گفتیم که خزانه اولیه 1 میلیون افغانی و $10,000. در قسمت که ما ارز به دلار تبدیل بکنیم $10,000 هم اضافه کرده بودیم، اما دیگه این ارزها دیگه تومان و کلدار صفر مونده بودیم اگر شما یادتان باشه. در قسمت اگر به خاطر دیدن معاملاتی که ما وارد کرده باشیم در خزانه، در قسمت روزنامه‌چه ما می‌بینیم. در قسمت روزنامه‌چه ببینید که 10,000 افغانی و چی ببخشین 1 میلیون افغانی و $10,000 ما شما به عنوان سرمایه اولیه ما ثبت کرده بودیم. این در روزنامه‌چه در بخش ترانزکشن ها یا معاملات روزنامه‌چه ثبت میشه. و ببینید در قسمت
$1 میلیون 1,000,000 افغانی وارد خزانه شده و از خزانهش خارج نشده. بلانس خزانه خیر 1 میلیون است، چون که 1 میلیون وارد خزانه شده، از خزانه چیز خارج نشده باشه، موجودی خزانه یا بلانس خزانه ما شما چند است؟ 1 میلیون افغانی است. در قسمت ببینیم که هیچ خروجی نداریم. هر زمانی که از خزانه ما پیسه گرفتیم به کسی دادیم، باز اعدادش زیاد میشه، باز از این من میشه، موجودی بلانس هم اونجا قسمت میکشیم که ما 1 میلیون در خزانه وارد کردیم امروز، یعنی قدر مثلا 10,000 افغانی خارج کردیم، یعنی قدر موجودی ما. در این قسمت ارزهای مختلف شما میتونید که ببینید که ما $10,000 بلانس خزانه ماست، چرا که ما $10,000 وارد کردیم اما خارجی نداشتیم، امروز ما ثبت کردیم. به همین شکل این قسمت تحلیلی فروش چیزاست که ان شاء الله ما بعداً در بخش یک ویدیو مشخص در بخش داشبورد ان شاء الله دیگه توضیح میدیم. میام روی حساب ها. این حالی در اینجا گفتم که 4 حساب سیستمی هست. وقتی که زمانی یک دیتابیس ما میسازیم، همین 4 حساب اتومات ساخته میشن. 3 حساب سیستم و یک حساب ادمینی که ما نامش وارد میکنیم در اونجا. به خاطر ثبت یک حساب جدید، مثلا ما میخوایم یک حساب برای مشتری ما بسازیم، یک حساب برای کمپانیایی که با معامله داریم با بسازیم، یا با سایر حساب های دیگه وجود داره، حساب مصارفات هم وجود داره. ببینید وقتی ساختن یک حساب در قسمت حساب جدید سر کلیک میکنین، یا شارکتش هست کنترل این در کمتر هست، کنترل این شما میزنین، همین دیالوگ یا فرمی حساب جدید در قسمت باز میشه، یا کسی رو کلیک میکنین و شما باز میشه. در قسمت نام یعنی حساب شما مکمل میرسونین. در اینجا کسا ببینین نوع یعنی حساب است. ما انواع حساب داریم، یک حساب مشتری داریم، حساب شرکت داریم، حساب صرافت داریم، حساب بانک داریم، حساب مصارفات داریم و حساب کاربر داریم. کاربر حسابی است که مثلا شما میخواین که بالای در یک سیستم شما چندین کارمند دارین، یک حساب برای دیگه کارمنداتون میسازین، حساب کاربر میسازین، بعد به او یک رمز عبور میتین، باز از طریق همون کانکتی که با شما گفتم، از طریق کانکت در یک وای فای وصل باشین، چندین کارمند میتونه که در این دیتابیس که برای فلان شما ببینید که این حسابا رو دارین، عمده فروشی موبایل ولی زیاده میتونید که وصل شوید. به همین شکل اینجا انواع حساب مشتری مثلا ما میگیرم، یک حساب برای مشتری میسازم، مثلا مشتری ما باشه کریم خانی احمدی، مثلا مثال میگم کریم خانی احمدی. در قسمت شماره تماس کریم خان برای فعلا ضروری هر فیلدی که دوستان نهاد عزیز این رقم ستاره یک داشته باشه، او فیلد ضروری است. اگر او فیلد شما خانه پوری نکنین، ثبت بزنین، میگه این اسم کامل چیه ضروری است، دیگه هیچ ناضروری است. اگر وارد کردین ثبت وارد هم نکردین، شما ثبت ایجاد کرده میتونید. در قسمت جزئیات بیشتر مثلا شماره موبایل می نفر، واتساپ نفر، آدرس نفر، مشخصات بیشتر شما میتونید که در قسمت هم از اون حساب ثبت بکنین. و همچنین دوستان نهاد در قسمت ما آواتار داریم، مثلا آواتار آواتارای رنگی است، یک آواتار تصویری. در این پروفایل یک پروفایل است که متوجه باشین، همین پروفایل این نفر چه رقم باشه، مثلا آواتارش باشه، انتخاب که میکنین ببینید که آواتارش میشه، یا آواتارای رنگی که مثلا آواتارش رنگی سرخ باشه، به همین شکل رنگی سرخ میشه. هر رنگ هر آواتاری که شما ببینید در آواتارهای مختلف هست. مثلا من این نفر میگیرم، این باشه کریم خان احمدی، شماره تماس مثلا باشه 070، شمارش اینجا فارسی است، ما شماره انگلیسی بگیریم بهتر است که باز به خاطر بعدا کارهای بعدی و انگلیسی باشه بهتره. 07000 مثلا میگه 7000، یک شماره من مثال من میگیرم، این تک شماره باشه. خب به همین شکل شما میتونین که این ثبت بکنین و یک شما صفر دیگه میگیرم ایجاد جزئیات دادن. سر ایجاد حساب شما کلیک میکنین، حساب دقیق ببینید کریم خان ساخته شد، یعنی یک مشتری این ثبت شد. به همین شکل تعداد حساب ها رو ببینیم، استفاده ریفرش بکنیم، از 4 تا از 5 تا از 4 تا با 5 تا یک دونه مشتری شد. بعدا دیگه حساب ها رو شما میتونید که اینجا مثلا ثبت بکنین، مثلا یک حساب برای شرکت اپل میسازین، مثلا شما هم شرکتایی رو میسازین که حسابش میسازین که با او معامله دارین، از پیش از جنس خرید میکنین یا از او پیسه میگیرین یا پیسه میتین، بین اون حساب رو ثبت میکنین. مثلا شرکت حساب از چی باشه، شرکت مثلا شرکت اپل مثال میگم، شما خب همراه شرکت اپل اگه ما رابطه نداشته باشین، از شرکتی که شما از اون موبایل میخرید، چون این سیستم ما شما که است برای فعلا برای موبایل فروشی شما میتونید که این برای گودامداری، برای هر گودامداری، برای فروشگاه سوپرمارکت، برای فروشگاه خلاصه وسایل برقی، هر فروشگاهی که شما دارین میتونید که دو استفاده بکنین. باز نام شما تغییر میتین، شرکت‌های مرتبط به کاروبارتون در شما ثبت میکنین، یا حسابای مرتبط به کاروبارتون یا ثبت میکنین. مثلا یک حساب میسازم برای شرکت اپل، این رنگش مثلا اپل باشه، فرض بکن ایتو یا ایتو یک شرکت رنگش باشه، مثلا آواتارش باشه شرکت اپل. یک حساب دیگه میسازم مثلا برای مثلا مصطفی قصاب یا مصطفی خیاط، مثال میگم مصطفی خیاط مشتری باشه، میرم آواتارش میگیریم، مثلا هر آواتاری که شما در قسمت میتونید که انتخاب بکنین،
مصطفی خیاط به همین شکل این انتخاب میکنیم. میتونه که یک آواتار دیگه مثلا رنگ انتخاب بکنیم یا حساب آواتار این رقم انتخاب بکنیم، مشکل نداره. ببینیم ما 3 حساب ساختیم و داخل حسابا که ما شما در قسمت شویم هیچ بالانسی برای فلان نداره، چون که هیچ معامله این نفر نکردن. به خاطری که در حساب این نفر پیسه اضافه بکنی یا پیسه کم بکنی، شما از بخش روزنامچه کارا میکنید. دوستان عزیز، در بخش روزنامچه میاین در حساب یک شخص یا یک مشتری یا یک شرکت یا یک ادمین باشه، فرق نمیکنه، هر حسابی که باشه شما از بخش روزنامچه پول با حساب از او اضافه میکنی یا از حساب از او پول میکشن. مثلا یعنی کریم خان احمدی با شما چون دکاندار هستین که شما معامله داره پیسه میتن کریم خان احمدی، پس شما چیکار میکنید؟ در قسمت جستجوی حساب میکنید، جستجو میکنید. در قسمت میتونید که اسکرول بکنید میشه، حتی دیگه میتونید که داشته بکنید که کریم خان احمدی کی هست، این مشتری هست، آیدیش چند است، آیدیش 5 است. سر از کلیک میکنید کریم خان احمدی در قسمت چی شد؟ انتخاب شد. به همین شکل سر از کلیک بکنید پروفایلش میاد دیگه نوع روزنامه. آیا نوع روزنامه دو نوع روزنامه داریم، دو نوع است تایپ همین معامله ما شما، یکی طلب است یکی گرفته است. طلب به معنی از اینکه سبز است، یعنی در حساب همین پیسه جمع میشه، در حساب همین کریم خان پیسه جمع میشه. گرفته یعنی که حساب همین کریم خان پیسه گرفته میشه. یکی نوع روزنامه است که طلب گرفت، طلب به معنی که در حساب از پیسه جمع میشه و گرفت به معنی که حساب همین کریم خان پیسه گرفته میشه، سرخ میشه. ما میگیم نه در حسابش پیسه جمع شده. چه مبلغ جمع شده؟ مثلا میگم 5000 افغانی در حساب همین کریم خان، انگلیسی میکنم زبانشه، 5000 افغانی در حساب همین کریم خان اضافه شده. اینجا نوع ارز است. اگر افغانی داده بود افغانی انتخاب میکنین، دلار داده بود دلار انتخاب میکنین، به همین شکل تومان داده بود تومان. مثلا برای فرض به ما شما دلار افغانی داده 5000 افغانی در حساب همین کریم خان ما طلب ثبت میکنیم. ببینید اینجا رنگ کریم خان هم ثبت شده، چون ثبت به معنی از اینکه در حساب همون جمع میشه. و اینجا خزانه است. خزانه چی هست؟ اینجا پیگیری است. اینجا ما با شما فعلا یا یادداشت. اگر کدام یادداشت اگر شما داشتین می‌نویسیم، مثلا میگیم که نقد رسید از امیر کریم خان، نقد رسیده، از دامون نقد رسیده چند هزار، 5000 افغانی ببخشید طلب باشه. این اینجا کی هست؟ یک بخش دیگه به نام پیگیری هست. پیگیری یکی بدون پیگیری به معنی از اینکه یعنی 5000 افغانی را داده کریم خان داده، شما امیر درکش کجا میرسین؟ پیگیری همین کجا باشه؟ این 5000 افغانی را به مدیر داد یا به خزانه دار داد، این 5000 افغانی را همین خزانه دار میگیره کجا میمونه؟ باید 5000 افغانی یک جا جمع بکنه، بس در خزانه باید جمع بکنه. اتومات خزانه است، ببینید که خزانه اضافه میشه. اگر ما بدون پیگیری بگیریم اینجا گم میشه، یعنی 5000 افغانی بدون پیگیری است. هیچ 5000 معلوم نیست که این در کجا جمع شده، پیش کی است، پیش کدام مدیر است، در کدام حساب رفته، هیچ معلوم نیست. شما اگر خزانه دار داشته باشین میگین در حساب خزانه این 5000 افغانی را از همین کریم خان در حساب کریم خان هم اضافه بکو و در حساب خزانه هم اضافه بکو. این 5000 افغانی در حساب کریم خان هم 5000 اضافه میشه، در حساب خزانه هم اضافه میشه. خب متوجه باشین دوستای عزیز، ما برای فعلا در حساب کریم خان ببینید هیچ بالانس نداریم، صفر است. و در حساب خزانه ما ببینید که 1 میلیون افغانی داریم و دیگه هیچ نداریم. وقتی که در اینجا بریم حساب کریم خان در قسمت ما شما انتخاب بکنیم و مقدارش بگیریم 5000 افغانی، 5000 افغانی، پس خزانه ما و شما میشه 1,05,000 افغانی و حساب کریم خان هم 5000 افغانی اضافه، چون که ما 5000 افغانی گرفتیم در حساب کریم خان اضافه کردیم و 5000 را گرفتیم در خزانه هم در داخل صندوق یا داخل همو سیف گرفتم ماندیم. و یادداشتش هم بس دوباره بنویسیم نقد رسید نوشته میکنیم مثال. و یا تاریخ هست، مثلا تاریخش کدام روز قبل باشه میتونید که به روز قبل شما انتخاب بکنید و اتومات تاریخ شمسی هم به پایین انتخاب میشه و زمانش هم اتومات به انتخاب میشه. من میگم پیگیری چی باشه؟ پیگیری خزانه باشه. این 5000 افغانی از کریم خان گرفتم در حساب کریم خان 5000 افغانی اضافه شده و همچنین 5000 افغانی میگیرم در حساب خزانه اضافه میکنم. اگر بدون پیگیری باشه یعنی هیچ معلوم نیست که 5000 افغانی پیش گرفته. خزانه باشه خود حساب خزانه میره، خزانه خودش یک حساب است. و پیگیری که شما ببینید میگیم پیگیری به معنی از که حساب خزانه نباشه، یک حساب دیگه باشه. مثلا همین 5000 افغانی را شما گرفتین، همین گرفت از حساب کریم اضافه بکو، پیگیریش کجا باشه؟ پیگیریش عبدالبایس ولیزاده باشه. چرا ما میگیم که در حساب کریم خان اضافه بکو، پیگیری از چه رقم باشه؟ یعنی انتقال حساب باید میشه. پیگیری غیر از خزانه که باشه انتقال حساب اضافه میشه. مثلا من میگم عبدالبایس ولیزاده یا مصطفی خیاط، این به معنی است که ببینید که منف میشه. مصطفی خیاط آیدیش 7 است، منفی مصطفی خیاط میشه. این 5000 افغانی از حساب مصطفی خیاط کم میشه به حساب کریم خان اضافه میشه. اگه متوجه باشین، مثلا یک کسی هست حساب داره میگه که حساب ما پیسه کم بکو به حساب همدیال اضافه بکو. شما از همین طریق روزنامه میین پیگیری تغییر میتین به حساب یک نفر دیگه. پس ببینید هر زمانی که منف شد به معنی از که حساب نیم مصطفی خیاط 5000 منف میشه و به حساب کریم خان احمدی
5000 اضافه میشه. حالا ما برای فعلا این مثال برشتان کار میکنیم. حالا اتومات خزانه میگیریم که 5000 که به ما داده در حساب کریم خان اضافه میکنیم در پایگیریش خزانه باشه 5000 حساب خزانه اضافه شود و اینا میگیم که چاپ هم شود. اگر تک بزنید چاپ میشه چاپ شود و ذخیره هم شود. ببینید که اینجا دوام شما هم چاپ میشه هم ذخیره میشه. عمده فروشی موبایل هر شرکتی که شما زمانی که دیتا ساخته باشه همون شرکتتون دیگه میاد شماره تماس میاد و آدرس میاد و عنوان رسید کنش کریم خان احمدی و آیدی حسابش 5000 افغانی طلب اضافه کرده و پیگیری هم تریجر یا خزانه است یا داشت نقد رسید و یا جا شده توسط یک مدیر به نام عبدالبویس ولیزاده داریم مدیر می سیستم او ثبت کرده در تاریخ ثبت کرده. این میتونید شما چاپ بکنین هم میتونید که شریک بکنین به یک نفر روان بکنین. خب ببینید که دیگه ثبت شده. بیایم در بخش حساب ها رو ببینیم. این دوستان نهایت عزیز در قسمت ببینید که حساب ها به حساب کریم 5000 اضافه شد و پیگیری از او کی بود در خزانه بود که ببینید در حساب خزانه 1,05,000 افغانی شد. این حالی پس دوباره میاییم در مصطفی خیاط این دفعه اضافه میکنیم. این دفعه پیگیر خزانه نمیگیریم. این دفعه کریم خان میگیریم. در مصطفی خیاط پیسه اضافه میکنیم. چه رقم؟ ببخشید در مصطفی خیاط پیسه ورفل اضافه نمیکنیم. امی کریم خان اولا میخواد حسابش پیسه بگیره. پس در روزنامه میایم میگیم که کی پیسه میگیره؟ کریم خان پیسه میگیره. چقدر میگیره؟ گرفت این دفعه میگیریم چون گرفته پیسه گرفته. چقدر گرفته؟ 2000 افغانی گرفته. 2000 افغانی چی گرفته؟ نقد گرفته. مثلا میگیم که نقد از دکان گرفته. نقد از دکان گرفته. یعنی حالا ببینید که پیگیری از این خزانه میگیریم. پس ببینید که حساب کریم خانم 2000 کم میشه حساب خزانه. ما چون از خزانه از بکس از سیف 2000 افغانی گرفتیم به کریم خان دادیم از خزانه هم کم شد حساب کریم خان هم کم شد. اینه که زمانی که ثبت بکنیم ببینید ثبت شد. ببینید که دقیق هم از حساب کریم خان کم شده هم از خزانه کم شده. چند کم شده؟ 2000 افغانی کم شده. پس دوباره در بخش حساب ها که ما شما ببینید که اول حساب کریم خان 5000 به ما داده بود یعنی 3000 شما 2000 چون گرفت 2000 از کجا گرفت؟ ای خزانه گرفت. ببینید که اول 10,05,000 بود حالا 10,30,000 ما چون 2000 از خزانه ما گرفتیم و به کریم خان دادیم و حسابش هم کم شد. این حالی ببینید که این دفعه پیگیری یا درجه تغییر میتیم میگیم دفعه خزانه باشه حساب دیگه باشه. مثلا در حساب همین مصطفی خیاط 1000 افغانی اضافه میکنیم از حساب کی انتقال میتیم حساب کریم خان 1000 انتقال میدیم در حساب مصطفی خیاط. حساب کریم خان که 1000 انتقال دادیم باید 2000 بونه در حساب از 1000 اضافه شود و خزانه هیچ ربطی در خزانه نداره چون همیشه پیسه در خزانه است. حساب میریم به حساب دیگه انتقال بدیم. پس خب میگیم در حساب کی اضافه کو؟ این دفعه در حساب مصطفی خیاط اضافه کو. در حساب مصطفی خیاط چی اضافه کو؟ چند هزار اضافه کو؟ 1000 افغانی مثلا اضافه بکن. 1000 افغانی اضافه بکن. پس این دفعه گفته از خزانه بگیریم پیسه رو نقد گرفتیم در حساب هم در حساب اضافه شود هم در خزانه میگیم نه پیگیری این دفعه داره. پیگیری یعنی که حساب یک دفعه دیگه انتقال بده در حساب مصطفی خیاط. مثلا حساب کی انتقال بده؟ مثلا جستجو هم کدا میشه. مثلا جستجو میگیم که از حساب کریم خان احمدی بگی. این حالا ببینید که رنگ سرخ شد. ببینید که حساب اینمی 1000 افغانی حساب کریم خان احمدی که آیدیش 5 است کم میشه و به حساب مصطفی خیاط اضافه میشه. این ما میگیم که انتقال از حساب مصطفی به حساب کی؟ به حساب نه ببخشید انتقال از حساب کریم خان از امکان به حساب مصطفی چون به حساب مصطفی انتقال داده میشه مصطفی به همین شکل میگیم ثبت بکن. یعنی حالا ببینید که این دفعه چی نیست. ببینید که در حساب همین مصطفی خیاط 1000 افغانی چون سبز است اضافه شده اما 1000 افغانی حساب کریم خان چه شده؟ کم شده. این در حساب ها که ببینید که این 2000 مونده و این در حساب از 1000 چون این 3000 داشت 1000 از کم کردیم در حساب از 1000 اضافه کردیم این 2000 مونده در حساب از 1000 اضافه شد اما در خزانه تاثیر نمونده چون اگه یک حساب گرفتیم به دیگه حساب ما شما چی کردیم؟ اضافه کردیم. دوستان نهایت عزیز بخش حساب ها و بخش روزنامه‌چه منطق شامل رقم هستند. اگه خواستین یک اشتباه باشه 1000 نباشه این 1500 باشه بخواید که ورایش بکنین سر از کلیک میکنین میتونید که سر از کلیک بکنین را چاپ بکنین همین رقم چاپ بکنین در پرینترهای خردترک به مشتری بدین یا یکی از طریق واتساپ اشتراک گذاری بکنین یا همچنین اگه اشتباه باشه ورایش بکنین چند بکنین همین 1000 نبوده برادر همین 1500 افغانی بوده. پس میگیم چند
1500 افغانی بده. ورایش در قسمت میزنین، این ورایش شد. پس در حساب ها که ببینید که این چون 3000 داشت 3500 کم کردن در حساب ازی اضافه کردن 1500 در حساب ازی پس مونده. این خزانه تأثیری نکرده روی خزانه. و همین شکل اگه خواستین کسب بکنین به همین شکل از کلیک میکنین یا بله کلیک میکنین خزانه کم میشه یا حذف میشه، اشتباه شده حذف میشه. به همین شکل باز دوباره پول به حساب پس دوباره تبدیل میشه، پس برمیگرده. به همین شکل بخش حساب ها، منطق حساب ها و منطق روزنامه دوستان نهایت عزیز به می روال است. و همچنان شما میتونید که راپوری مثلا از روزنامه تان راپوری پی دی اف در قسمت بگین تمام معاملات بالانس هایش. همین شکل میتونید که شما چه بکنین راپوری پی دی اف بگیرین. و همچنین در بخش حساب ها شما میتونید که راپوری پی دی اف بگیرین. و همچنان میتونید که راپوری میتونید که چاپ بش بکنین یا اشتراک گذارش بکنین. همچنین میتونید که راپور اکسل هم بگیرین که به شکل اکسل هم راپور گرفته میشه. و این قسمت هم میتونید که شما جستجو بکنید حساب ها را. مثلا کریم خان ببینید که تا حساب کریم خان این قسمت این چیز رفرنس چی است. یک بار صفحه را رفرش بکنین، اینجا میاد حسابش 500 افغانی 5000 افغانی طلب تانو ثبت کرده و 3500 دلار از حسابش کم شده. این میتونید روی رسانه بالانس بزنین. محترم کریم خان و رقم میتونید که را چه بکنین با او به اشتراک گذاری بکنین، از طریق کاپی بگیرین یا اشتراک از طریق رسانه‌های دیگه میتونید که چه بکنین اشتراک گذاریش کردن میتونید که با او از طریق واتساپ روانش بکنین. و همچنین میتونید که مشتری نامش تو باشه هر چیز میتونید که قسمت نامش تغییر بدین، شمارش تغییر بدین، اون جزئیات بیشتر با او چه بکنین ورایش بکنین، اضافه بکنین یا مثلا مشتری را چه بکنین حذف بکنین یا قفل بکنین. به شکل میتونین. همچنین پس دوباره را پاک میکنم، میتونید که کلیک بکنین چندین مشتری همزمان چه بکنین از طریق سنجاق بکنین، قفل بکنین یا اشتراک گذاری بکنین. به همین شکل مثلا من میگم که زیاد با کدام حساب زیاد سر کار داری، حساب سرمایه یا حساب خزانه رو میگیرم سنجاقش میکنم. چند میگیرم سنجاق کردن در اول قرار میگیره. یا میگیم که این بالانس های خزانه برای کس نبینه، در تو کلیک میکنین را چه میکنین قفلش میکنین. قفلش کردین این کس نمیتونه بالانس ها را ببینه. میتونید داخل پروفایل کشید باز در قسمت بالانس ها را شما دیده میتونین. الان ببینید که پس میایم در حساب امی کریم خان یا مصطفی. اسم مصطفی میخواد که در حسابش یک چند هزار دلار اضافه کنه. پس این کار را انجام میکنید در روزنامه میخوام میکنید مثلا که مصطفی مثلا میگم مصطفی چی؟ مصطفی خیاط چقدر اضافه میکنه؟ مثلا میگیم که 1000 یا 2500 دلار میخواد اضافه کنه. اینجا در چه میگیم دلار چه رقم اضافه کرده؟ نقد رسید کرده تاریخش میتونه که تغییر بده یا به شکل پیگیریش خزانه باشه. چون ما 2500 دلار به ما مصطفی داده و 2500 دلار مصطفی را در یک خزانه است گرفتیم، در خزانه مانده. این را چه میکنیم؟ ثبتش میکنیم. ثبتش کردیم موافقانه ثبت میشه 2500 دلار در حساب ها که ببینید که در حساب همین مصطفی خیاط یکی 500 است که 500 حساب ازی کم کردیم در حساب اضافه کردیم، یکی 2500 دلار است که نو اضافه کردیم. به همین شکل در پروفایلش بیایم یک ریفرش بکنیم ببینید که 1500 افغانی داره 2500 دلار داره. دلار 2500 تانو طلب کرده اما گرفتش نکرده. میتونید کی هم رسانه بکنید چندین بالانس تمام بالانسش یک جای میتونه رسانه بشه. محترم مصطفی خیاط آیدیش 7 است، بالانس طلبکار این 1500 افغانی همین شرکت والا یا دکان والا یا کسی صاحب سیستم مثلا مصطفی خیاط طلبکار است باید به مصطفی خیاط پیسه بده و بالانس دلارش هم 2500 دلار، تاریخش هم 26 سور 1405. به شکل عمده فروشی شرکتی که نامش دو ذخیره کرده اما شرکت تا نامش ایجا و کاروبار تا نامش ایجا میتونه که یک چیز اضافه هم اگر شما خواسته باشین در تایپ بکنین یا کاپی بگیرین در واتساپ به اون نفر چه بکنین شریک بکنین، این مشکلی وجود نداره. به همین شکل شما میتونید که از بخش حساب ها و بخش روزنامه‌چه استفاده بکنید و بخش فیلتر هم میتونید استفاده کنید. مثلا میگیم تمام مشتری ها را به ما نشان میده. دو مشتری داریم مثل مصطفی خیاط کریم، یا مثلا میگیم تمام شرکت ها را به ما شما نشان میده. تنها ببینید یک شرکت اپل داریم. وقتی که هیچ کدام شکل زنی انتخاب بکنید یا پاک کردن فیلتر بزنید که تمامش به شما یک قسمت بیاید. و روزنامه‌چه را میتونید که شما چه بکنید این قسمت استفاده بکنید. حالا بخش داشبورد که ما شما ببینید که در بخش داشبورد وقت دلار رو دوباره انتخاب بکنین 1,30,000 ببینید که بالانس امروز است. امروز 1,30,000 افغانی بالانس خزانه است امروز جمع شده و 1,05,000 ورودی داریم، 2,000 خروجی داریم که 10,05,000 کم شود 1,30,000 در جمع میمونه. و دلار را ببینیم در قسمت دلار که بیم دلار که است ما 10,000 دلار که از بالانس اولمه اضافه کرده بودیم در خزانه و 2,500 هم مصطفی اضافه کرد که بالانس 12,500 دلار بالانس خزانه ما شده و ورودی ما که است 12,500 ورودی، خروجی نداریم. اگه خروجی داشته باشیم در قسمت روزنامه‌چه بیم مثلا این مصطفی خیاط میخواد که یک 500 دلار شه
یا 1000 دلارش مثال میگم یا 500 یا 200 دلارش میخواد چه بکنه نقد بگیره، نقد گرفته باشه، او رو از کجا گرفته؟ از خزانه گرفته. ثبتش که بکنیم این حالی که بریم یک ریفرش بکنیم ببینیم پس دوباره در سر دلار کلیک بکنیم و همین شکل افغانی دوباره دلار و ریفرش بکنیم. باید این دفعه به نظر ببخشید باز ما چی ثبت کردیم، باز ما طلب ثبت کردیم، این حالا اشتباه شده، باز ایرا گرفت ثبت میکردیم. در قسمت ورایش کلیک بکنین این طلب نیست، باید گرفت باشه. ورایش کلیک میکنین این حالا گرفت شد. پس دوباره که دیگه بیایم صفحه را ریفرش بکنیم اینا ببینین که 12500 دلار ورودی است، 200 دلار خروجی است، 2300 دلار بالانس امروزی ما شما در خزانه هست. در قسمت بخش حساب ها و بخش رزومچه ما شما به شکل منظم این رقم میتونیم چه بکنیم مدیریت بکنیم.